این خونه‌ای که دارید می‌بینید اینا حراج بانک هستن، یعنی نتونستن پرداخت بکنن، بانک خونه رو برداشته و گذاشته برای فروش. چیزی که من بیشتر برام جلب توجه کردیم بود که کجاها اینا تمرکز دارن. اکثرا سمت برامپتون و میسیساگا می‌بینیم به تعداد خیلی بیشتر ما حراج بانک داریم. یک سکشن توی داونتاون تورنتو هست که آپارتمانن، اینا به صورت عمدتاً اینا هم حراج بانک هستن و یه سکشن زیاد هم داریم سمت آشاوا و پیکرینگ می‌بینیم، اینجا هم تراکم داریم. اما وقتی ما میایم سمت یورک ریجن، کلاً مخصوصاً آرورا، ریچموند هیل، نیو مارکت، به نسبت حراج بانک خیلی کم میشه. ما حدود 5.5 میلیون خونه تو استان آنتریو داریم. چندین میلیون از این 5.5 میلیون خونه توی جی تی ای تورنتو بزرگ هست. در مجموع حدود 230 تا خونه برای فروش توی بانک من از طریق بانک دارم میبینم که به نسبت زیاد نیست. طبق یک از آمارایی که داشتیم حول و حوش 0.04% از خونه ها لیت پیمنت داشتن یا به حراج بانک رسیدن، یعنی به 1% هم نمیرسه.